خب از همین کرایب ابن ابی مسلم در صحیح مسلم با رقم 1819 اثر وارد شده که حضرت کرایب نقل میکنه که مرا میگه ام فضل بنت حارث به سوی معاویه به سوی شام روان کرد. ام فضل بنت حارث نامشون لبابه بودن، لبابه بنت الحارث، مشهور به کنیشون ام الفضل. این یکی از صحابی جلیل و زنی حضرت عباس حساب میشه. ام فضل زنی کیه؟ زنی حضرت عباس. و همین ام فضل یک خواهر داشتن که اپای داشتن که نامشون کی بود؟ میمونه بنت حارث، زنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی رسول اکرم با حضرت عباس چی بودن؟ باجه بودن. حضرت عباس ام فضل به زنی گرفته بودن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اپای یا خواهری ام فضل که نامشون میمونه بنت حارث بودن رضی الله عنه به زنی گرفته بودن. و کرایب میگه ام فضل در خلافت معاویه رضی الله عنه وفات کرده. در خلافت حضرت عثمان استغفرالله، در خلافت حضرت عثمان سال 36 تقریبا سال 36 35 وفات کرده حضرت ام فضل. همین کرایب میگه که مرا ام فضل بنت حارث به سوی معاویه به سوی شام روان کرد. یعنی در زمانی که بود زمانی خلافت حضرت معاویه بود، یعنی اون زمان حضرت معاویه امیر بودن در شام. سالهای 59 یا 60 هجری بود، 59 یا 60 هجری. میگه رفتم شام و همون حاجتی که ایمه طلب کرده بود ام فضل میگه با پایان رساندم. واستهل علی رمضان و میگه ماه رمضان نزدیک شد بر ما، ماه رمضان. و انا بالشام، در حالی که ما در شام بودم میگه ماه رمضان فرا رسید، قریب آمد. فرأیت الهلال لیله الجمعه، میگه من همون فرارسی ماه را دیدم، برآمدن طلوع ماه رمضان در شب جمعه دیدم. شب جمعه گفته یعنی او عادتی که ما مثلا داریم شب گفته یعنی فرارسی تاریکی شب میگن و خیلی نیست. شب گفتن بعد شیشتن افتاب. چقدر گفتیم در درس گذشته که مشاهده ماه چقدر میشود، دیدن ماه وقتی که افتاب که میشینن دو شاهد باید جستجو کنن و ببینن هم ماه. افتاب که دیدن شاهدی میتونن بعد برای قاضیات که حاکم امر میکنه به فرارسی ماه رمضان. همون یک دقیقه کم است، 10 دقیقه باشه 20 دقیقه باشه، یعنی وقتی زیاد نیست بلکه وقتی کوتاه. بنابر میگه همون شب جمعه میگه جستجو کردم ماه را دیدم، میگه هم ماه را چو کردم دیدم، ماه رمضان دیدم. بعد از اون میگه مدینه گشتم، در ماه رمضان بود سفر کرد، میگه مدینه بازگشتم. میگه حضرت کرایب در مدینه میگه رسیدم در آخر ماه رمضان، یعنی طول یک ماه در سفر بود حضرت کرایب. فسأل عبدالله ابن عباس، میگه مرا عبدالله ابن عباس سوال کرد که یک چند سوالی کرد و ثم ذکر الهلال. بعد از اون میگه از ماه چی کرد، از ماه رمضان سوال کرد. فقال متى رأيتم الهلال، کی دیدید ماه، کی مشاهده کردید ماه؟ حضرت کرایب گفتن که رأیناه لیله الجمعه، ما شب جمعه دیدیم شما. میگه بعد حضرت عباس باز سوال کرد که تو خودت دیدیش؟ انت رأیته، آیا دیدی خودت با چشمای خودت؟ گفته که بله ما دیدم همون ماه و مردم نیز دیدن. و صام معاویه، میگه مردم روزه داشتن و روزه داشت معاویه رضی الله عنه. حضرت ابن عباس در جواب چی گفت؟ لکن رأیناه لیله السبت، ما میگه شب شنبه دیدیم شب. یعنی معاویه در شام شب جمعه دیدک ماه رمضان، فرارسی ماه رمضان، اما در ابن عباس در مدینه شب شنبه چیکار کردن؟ مشاهده کردن همون فرارسی ماه. فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، میگه تا هنوز ما روزمون دوام میتیم تا اینکه تعداد همین ماه رمضان 30 روز کامل کنیم، او نراهو، یا اینکه میگه ماه نو ببینیم، ماه که از ماه اسلامی یا که 29 روز عبارت است یا که 30 روز. چقدر گفتیم 29 روز شعبان که رسید انسان مردم بعد همون چیز بگیم شیشتن افتاب جستجو میکنن ماه که دیدن پگرد اعلان میکنن یکم روزی رمضان، نمیگن 30 شعبان بلکه میگن یکم رمضان، به خاطر که 29 علاقه در 29 روز چی شد؟ نمایان شد ماه. برای خیلی چی گفتن ابن عباس؟ میگه ما تو هنوز روزه میگیریم تا اینکه میگه کامل کنیم 30 روز یا اینکه ببینیم ماه، یعنی در 29 روز 29 شعبان. فقلت افلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، او میگه اکتفا نمیکنی با دیدن ماه معاویه و روزداری معاویه؟ حضرت ابن کرایب کی گفت؟ ابن عباس در جواب چی گفتن؟ لا هكذا امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت که نه همچنان ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کردگیه. یعنی از این شاهدی قصه چیه که همون روزی که کرایب بازگشت در آخر رمضان معلوم میشه که در شام چی بود؟ الکی معاویه و پیروانی که در معاویه بودن در شام الکی عید کرده است بودن، بالا که یک روز پیش که اهل مدینه یک روز پیش ماه را دیده بودن. معلوم میشه که در مدینه باید چیکار میکردن؟ در مدینه الکی اولی 30 نشیده بود، یعنی 29 نشیده بود، 29 روز و 30 روز در رسیدگی نبود. برای اون قضاتی کرایب گفته که ابن عباس که آیا اکتفا نمیکنی، مقصد همین روز عید نمیکنی قطعی ما
ما هم همین روز عید کنیم رنگ معاویه شان گفت که نه، بلکه ما روزامون دوام میتیم همچنان ما را رسول اکرم صلی الله علیه و آله امر کرده. از اینجا معلوم میشه که ابن عباس در کدام عقیده بودن؟ در همین اندیشه بودن که زمین های همسرحد نیستن، یعنی دورن از هم دیگر، فرودگاه ماه خودشون دارن. هر سرزمینی که دور هستن، دست نورس هستن از هم دیگر، همسرحد نیستن و یا فرودگاه خودشون دارن جدا، و کسانی که در شام هستن فرودگاه خودشون دارن. ما در اول در اشتباه کردم، کمتر گفتم که ابن عباس در عقیده در اندیشه هستن که هر یک سرزمین نو وابسته است هم سرحد نبودنش باید چی داشته باشن؟ فرودگاه خودشون نگاه میکنن. نه، خطا بود. بلکه ابن عباس در اندیشه که هر یک سرزمینی که هم سرحد هستن فرودگاه خودشون جدا دارن و علاوه کسانی که دور هستن هم سرحد نیستن و جدا دارن چیزی خودشون فرودگاهی ماهی خودشون دارن. شام از مدینه که خیلی مسافه دور و دراز کی هسته، بنابر حضرت ابن عباس در چی بودن؟ اندیشه بودن که ما باید به شاهدی خودمون عمل کنیم و یا به شاهدی خودشون. گفتیم که سه قول است در همین مسئله و همین قول دیگه هم قول به قوت است. اندیشه که ابن عباس که سرزمینی مثلا مکه و مدینه، همون سرزمینایی که نزدیک هستند، طائف مثلا، تبوک، همون جاهایی که به هم دیگر نزدیک هستند، خود مملکت سعودی عربی و هم سرحد مثلا سرزمین یمن و عمان دربارش مثال بود، همین ها یک فرودگاه ماه دارن، برام که یک خیل روزا میگیرن. اما سرزمینی مثال کسانی که دور هستن به حد از مملکت سعودی عربی فرودگاه خودشون دارن، علاوه به شاهدی خودشون عمل میکنن در روزاداری و در عید کردن. همین بود شاهد از همین اثری کریب رحمه الله تعالی. و اکتفا میکنیم به همین قدر. الله برکت تون ما و شما را و علم نافع بده و عمل صالح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.